گروه باستانشناسان 3 سال باز در بامیان علامت‌های موجودیت شهر غلغله را می‌جویند که زمان زیر سایه بودایی‌های ویران شده قرار داشته است. هدف ما معلوم کردن آن است که در اینجا کیها، کی و چگونه زندگی می‌کردند. هفریاد را جولیا بندز و سارمینتو باستانشناس شناخته با گروهش رهبری می‌کند. پول آن را حکومت ایتالیا می‌دهد و یونسکو طرح را نظارت می‌کند. به قول سارمینت بازیافت‌های اولیه علامت آن است که غلغله یک زمان مرکز تجارت در منطقه بوده است. ما می‌دانیم مردم از همه جا به اینجا می‌آیند، از بلخ و آسیای مرکزی و جنوبی، هند و چین. اینجا یک مرکز کلان بود چون راه اساسی بود از شمال به جنوب می‌رفت. This was a very big place in this time because this is the main route for to go between the north to the south. بازیافت‌های علاوگی بیانگر آن بود است که غلغله از عصر 6 تا عصر 12-13 شهر شکوفانه بود. البته تاریخ اسلامیش را می‌دانیم. شاید قدیمتر از زمان کوشانیان و یا ساسانیان بوده است. ما هفریاد را در همین سمت می‌بریم. با گروه فرانسوی 5 باستانشناس افغان از وزارت فرهنگ و 20 دانشجو کمک می‌رسانند. و بعد از اینکه پلان افریاتی ما در این ساعت ختم شد، ما پلان‌های ساختمانی دوباره باسازی ساعت باستانی خود داریم و همین نقطه میرسانه که ما شما زوایای تاریک خود روز به روز روشن‌تر می‌سازیم. همراه با هفریاد در اینجا می‌خواهند در نزدیکیش باغ تفریحی بنیاد کنند، شاهراه بسازند که شهرهای نزدیک به بامیان را بپیوندد و توریسم را در اینجا رونق دهد.